امروز براتون از خداوند پیام دارم. اون چه که براتون پیام دارم این هستش که در طول این هیجان‌هایی که همه ما داشتیم و خیلی عالی بود، داشتیم به سوی یک امیدی که در قلب‌های ما بالا اومده بود داشتیم میرفتیم جلو. یهویی این در فکر من شکل گرفت که چقدر بیش از هر زمان دیگه ما به عنوان مسیحیان، ما به عنوان کلیسا احتیاج داریم که جایگاهی رو که در خداوند داریم فراموش نکنیم. چرا؟ برای اینکه آنچه که من در سوشال میدیا داشتم میدیدم این بود که میدیدم خیلی ها در اثر این هیجانات متاسفانه جایگاه خودشون رو فراموش کردن که کی هستند و دعوتشون برای چی هستش. و به یاد آوردم که اتفاقاً کتاب مکاشفه تمامی فکرش که در رابطه با دوران آخر، زمانهای آخر، این زمانها نوشته شده، دائم داره میگه که ببینید علت این که روح القدس داره این کتاب رو مینویسه برای اینه که شما فراموش نکنید که کی هستید، برای اینکه کیستی ما از هر زمان دیگه مهمتره، مخصوصاً اگر قلب ما برای ایران میتبه. با آنچه که خداوند در قلبم گذاشت که باهاتون در میون بذارم، یه آیه از کتاب افسوسیان فصل 2 هست که در اونجا میگه حتی ما را نیز که در خطایا مرده بودیم، پولس داره میگه حتی ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح برخیزانیم. اینجا یه پرانتز باز میکنیم که زیرا که محض فیض نجات یافتید و میگه و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی نشانید. برای اینکه ما بتونیم این آیه رو که از وسط یه متن هستش راحت‌تر درکش کنیم، من میخوام که در مورد این رساله یک مقدار براتون توضیح بدم. ببینید، قبل از اینکه وارد رساله بشم باید اون در نظر داشته باشید که مسیحیت مثل دیگر ادیان نیستش که به شما بگه که یک سری اعمال رو انجام بده مورد قبول خدا انشالله واقع میشی. نه، مسیحیت این نیست. برای اینکه مسیحیت خیلی خوب میدونه که انسانی که در گناه مرده به هیچ عنوان توان و قدرت انجام اعمال نیکو رو نداره. در مسیحیت عزیزان من فرقی که وجود داره این هستش که ما اول باید مسیحی باشیم. بدون مسیحی بودن انجام اعمال به هیچ عنوان پشت سرش نخواهد اومد و مسلماً هم رفتار مسیحی نخواهیم داشت. برای همینم وقتی ما به نوشته‌های پولس نگاه میکنیم، همیشه نوشته‌های پولس 2 بخش مهم داره. رساله رومیان، رساله افسوسیان که این آیه از اونجا خونم اگر نگاه کنید، پولس در رساله رومیانش از فصل 1 تا فصل 11 توضیح میده که مسیحیت چی هست و چطوری من و شما میتونیم مسیحی باشیم. نه اینکه زور بزنیم مسیحی بشیم. چطور میتونیم من و شما مسیحی باشیم؟ و از فصل 12 به بعد تازه میگه که حالا بر اساس این بودنتون لازم هستش که شخصیت شما، شخصیت مسیحی شما از خودش اعمال نشون بده بدون اینکه زور بزنه. و در رساله افسوسیان هم همین کار رو میکنه. 6 فصله. در 3 فصل اول پولس مطرح میکنه که فرد مسیحی کی هست، چیستی فرد مسیحی رو مطرح میکنه و از فصل 4 مطرح میکنه که حالا تو که مسیحی هستی میتونی این اعمال رو
انجام بدی. و جالب اینه که انگشت میذاره فصل 4 تا اواسط فصل 5 در رابطه با رفتار ما در کلیسا با هم صحبت میکنه. از فصل 5 آیه 20 به بعد در رابطه با رفتار ما در خانه، مخصوصا روابطی که زن و شوهرها با هم دارند، و در فصل 6 در مورد رفتار ما در دنیایی که در ظلم و شرارت و خباثت خوابیده است داره صحبت میکنه. پولس میگه که بدون اون 3 فصل اول، این که بدونید کی هستید، آگاه باشید که جایگاه شما کجاست، امکان نداره این اعمال و رفتار چه در کلیسا، چه در منزل، چه در دنیا از شما سر بزنه. و اینجا داره پولس شروع میکنه در اون 3 فصل اولش، از فصل اول شروع میکنه از آیه 3 به بعد ما میبینیم که پولس هیجان زده است در رابطه با این که خدا یه مطلبی رو بهش آشکار کرده که میگه از بدو خلقت آفرینش این مخفی بوده، خدا آشکار نکرده بوده. پولس هیجان زده استش که خدا بهش آشکار کرده. از کجا میفهمیم هیجان زده است؟ برای اینکه از آیه 3 فصل اول تا آیه 14 12 آیه پولس تختگاز به زبان یونانی داره می نویسه بدون اینکه حتی یک فعل به کار برده باشه. اینقدر هیجان زده است، داره همینجور پشت سر هم داره می نویسه و در اونجا داره میگه که متبارک باد خدا که ما را به هر برکت روحانی در مسیح مبارک گردانیده است. و بعد از اون شروع میکنه به برکات. و جالب اینه که میبینیم در دادن این برکاتی که آسمانیه و به ما، پولس میگه به شما میگه عطا شده، هر 3 شخص خدای تثلیث، هم پدر، هم پسر، هم روح القدس درش دخالت دارن. ولی خیلی جالبه در اینجا یک واژه بسیار مهمی رو به کار میگیره و اون واژه در طول تمامی این رساله خودش رو نشون میده. رساله افسوسیان 155 آیه داره. پولس در این رساله 36 بار این واژه رو به کار میگیره. میدون اون واژه چیه؟ در مسیح. در مسیح داره مطرح میکنه که خدا تمامی این برکات آسمانی رو که الان دارم بهتون میگم صرفاً به شما به خاطر این که در مسیح هستید عطا کرده. پس این در مسیح بودن چقدر مهم میشه و در واقع مسیحی یعنی در مسیح بودن. اگر تعریف خیلی خاصی ازش میخواهید بدید، پولس میگه که فرد مسیحی کی هست، چه جایگاهی داره و داره میگه که آگاهی از این مطلب و از این جایگاهی که میتونه شخصیت شما رو شکل بده. ببینید گفتم شخصیت شما رو شکل بده، نه اینکه شما مثل اعمال مذهبی ها من اینجا به من گفته دروغ نگو دروغ نمیگم. نه، شخصیت دروغ نگویی در شما به وجود میاره. نیازی نیستش که زور بزنید دروغ نگید، دروغ نخواهید گفت، برای اینکه شخصیتتون اینطوری داره شکل میگیره. این اون چیزی هستش که پولس میگه. برای همینم عزیزان من دقت باید بکنید که داستان مسیحیت فقط داستان نجات نیست. هاللویا من در مسیح نجات رو دارم، از گناه آزادم فلان. نه، مسیحیت فقط داستان نجات نیست. خیلی از مسیحیان ما هستن که نجات رو اتفاقا دارن ولی در جایگاهی که باید باشند نیستند. نجات فیض عطا شده مجانی از جانب خدا، ولی عزیزان من نجات مقصد نیست. نجات شروع کاره، مقصد اون جایگاهی هستش که من و شما باید در اونجا قرار داشته باشیم. ببینید پولس چی میگه، چه برکاتی رو ما
در مسیح دریافت میکنیم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است، چنانکه پیش از بنیاد جهان ما را در وی، این وی کیه؟ مسیح، ما را در مسیح برگزید قبل از اینکه حتی شما به دنیا بیایید. خدا در پیشدانی خودش میدونستش که در مقابل این دعوت شما اینجا خواهید نشست. شما را برگزید تا در حضورش چی بشید؟ در محبت مقدس و بی‌عیب باشید. دقت میکنید؟ مقدس باشید، نه رفتارهای مقدس مآبانه انجام بدید. مقدس باشید، بی‌عیب باشید. بنابر قصد نیروی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه دوباره کی؟ عیسی مسیح پسرخوانده وی بشویم. نمیگه دخترخوانده، میگه پسرخوانده. علت داره، برای اینکه در زبان یونانی جنسیت مهم نیست، رابطه مهمه. یعنی پسرخوانده دخترخوانده هم توشه، تا فرزند خدا بشیم. در کی؟ در مسیح شما فرزند خدا هستید. یه لحظه تصور کنید، من فرزند خدا هستم به خاطر اینکه در مسیح هستم. این فرزندی یک ارزشی داره. و بعد ادامه میده برای ستایش فیض پرجلال او که در آن محبوب عیسی ما رو مبارک گردانیده است، که در او ما به واسطه خون وی بازخرید شده ایم. اون بالایی ها رو پدر میده، اینا رو حالا عیسی مسیح داره میگه بازخرید کرده ما رو. بازخرید میدونی یعنی چی؟ یا فدیه. فرض کنید که منو گروگان گرفتن و به کلیسا میگن که این فریدون رو میکشیم اگر $100,000 پول ندید. چون کلیسا رو میشناسم، کلیسا برمیگرده میگه ما $200,000 بهت میدیم، فریدون رو پس نده. ولی این خونبهاست. یعنی این که فریدون رو گرفتن، مسیح میگه بابا ول کن، کلیسا اشکال نداره، کلیسا نامردی داره میکنه ولی من حاضرم جونمو بدم. یه لحظه تصور کنید، پسر خدا حاضره به خاطر شما جان خودش رو بده تا شما از اون منطقه غلط، دشمنی خدا، از بطن اسارت در گناه آزاد بشید. بالاترین قیمت برای شما پرداخت شده، بالاتر از این قیمتی وجود نداشته تا به سبب خون او شما بازخرید شده اید. یعنی آمرزش گناهان ما به خاطر فیضش. فیض میدونید یعنی چی؟ خدا چیزی رو به انسان میده که انسان ارزششو نداره. منی که 2000 نمیارزم، برای من قیمتی گذاشته شده که در تمامی کائنات بالاترین قیمته، خون عیسی مسیح. پس وقتی به خودتون نگاه میکنید، من فرزند خدا هستم، بهایی برای من پرداخت شده که هیچ قیمت دیگه در دنیا باهاش مقابله نداره. فیض یعنی این. پا از ما چی بشه؟ جلال او ستوده بشه. وقتی که مردم به ما نگاه میکنن، شما کی هستید؟ شما چطور میتونید اینجور رفتار کنید؟ واقعا خدا رو شکر که شما رو اینطور عوض کرده. ماهایی که اولین کسانی بودیم که به مسیح و شما نیز در او چون پیام حقیقت یعنی بشارت نجات خود را شنیدید و در او چون ایمان آوردید. ببینید، در او چون ایمان آوردید با روح القدس موعود مر شدید. ببینید یعنی چی؟ یعنی به شما پاسپورت داده شد، یعنی به شما چیز تولد داده شد، یعنی اینکه شما مال خدا هستید که بیعانه میراث ماست. این فقط پیش پرداخته، بیعانه است، بقیهش هنوز هست که باید اون رو بگیریم که اون رو در آینده خواهیم داشت. پدر به ما برگزیدگی میده
پسرخواندگی میده، پسر ما رو بازخرید میکنه، بخشش گناهان رو به ما میاره، روح القدس ما رو مهر میکنه، بیعانه میده. خدای تثلیث داره ما رو به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک میکنه و شما رو داره میگه شما مبارک هستید به همه اینها، ولی شرط داره. در مسیح هستش که شما اینها رو دارید، در مسیح هستش که این هویت ها رو دارید. بنابراین ما در مقابل برخی سوالات قرار میگیریم. پولس ادامه صحبتش رو برای اینکه بیشتر باز کنه به ما میگه که وایستید تا به شما بگم که شما قبلا چی بودید که در مسیح اینجوری شدید. میگه شما قبلا در گناهان مرده بودید، مرده. شما قبلا در خطایا مرده بودید. شما قبلا فرزندان غضب بودید. فرزندان غضب در اصطلاح یعنی شما دیگه تنها چیزی که براتون منتظر بود جهنم و غضب خدا بود. و مطرح میکنه میگه و حتی ما را نیست که اینجوری بودیم، حتی ما را نیست که اینجوری بودیم. چیکار کرد؟ با مسیح برخیزانید، زیرا که محض فیض نجات یافتید و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح نشانید. اشتباه نکنید، شما رو برنخیزانید مسیح رو برخیزانید. علت اینکه شما برخیزانیده شدید با او برای اینکه در او قرار دارید. ببینید یکی از کارتای من نیست، چی شده نمیدونم، بعدم پیداش کنم. این کارت منه، این کارت تو این کیفه. هر بلایی به سر این کیف بیاد به سر کارتم اومده. در مسیح بودن یعنی خدا مسیح را از مردگان برخیزانید و شما علت این که با او برخیزانیده شدید و در جایهای آسمانی نشستید برای اینه که در مسیح قرار دارید. این فیضه. میدونید چرا؟ برای اینکه خدای پدر میتونست باز کنه و بگه این فریدون 2000 نمیارزه، ارزشش رو نداره، بنداز تو سطل آشغال. فیضینه. نکرد. چیزی رو برای فریدون انجام داد که فریدون لیاقتش رو نداشت. این یعنی در مسیح. میگه ما با مسیح مردیم، مسیح مرد، ما چون در او هستیم با او مردیم و با او برخیزانیده شدیم. مسیح برخیزانیده شد، ما چون در مسیح هستیم با او برخیزانیده شدیم و آن هم به خاطر فیض، چیزی که لیاقتش نداشتیم. سوالی که از خودتون باید بپرسید اینه، منی که اینجا نشستم آیا در مسیح هستم؟ آیا در مسیح هستم؟ به تعمیدتون فکر نکنید، به خدمات کلیساییتونم فکر نکنید، به عناوینی که یدک میکشیدم فکر نکنید. اینا در مسیح بودن نیست. به اطلاعات کلیسایی و مسیحیت و کتاب مقدسیتون هم فکر نکنید. داشتن معلومات در مسیح بودن نیست. در مسیح بودن میگه شما که حقیقت رو شنیدید و اونو باور، ایمان یعنی باور کردن، و اونو باور کردید. باور کردن یعنی اینکه زندگیتون رو مطابق اون جهت دادید. همه شما امروز اینجایید برای اینکه باور کردید امروز جلسه داریم. همه شما حتما هفته بعد خواهید اومد برای جشن دستگذاری برادر ما کوروش، برای اینکه باور کردید که همچین چیزی وجود داره، وگرنه زنگ میزنید میپرسید. باور کردنه. اگر شما باور کردید که خدا
پسر خود را در راه گناهان شما فدا کرد تا شما حیات یابید، حیات جاودان یابید. اگر این رو باور کردید زندگیتون رو مطابق اون جهت میدید، مطابق اون برنامه ریزی میکنید. بنابراین سوال کماکان سر جای خودش هست: آیا حقیقتاً در مسیح هستید؟ چه چیزی ثابت میکنه که شما در مسیح هستید؟ اول حرفم گفتم اگر شما در مسیح باشید اتوماتیک اون 4 5 6 فصول 4 5 6 در شما دیده خواهد شد. بذارید بهتون چند تا آیه رو از اون فصل بهتون میگم. از فصل 4 در کلیسا. به خونه و دنیا هنوز کار ندارم. به شایستگی دعوتی که به آن خوانده شدید رفتار کنید. به شایستگی دعوتی که خوانده شدید رفتار کنید. اگر رفتار نمی کنید در مسیح نیستید و هیچ کدوم از اون برکات آسمانی مال شما نیست. در کمال فروتنی و ملایمت با بردباری. در رابطه با ما میگه در رابطه با دنیا نمیگه. در رابطه با ماهایی که هم دیگر میگیم دوست داریم، حال میکنیم، میگیم، میخندیم، که در کمال بردباری، در کمال محبت. اگه نمی کنیم مسیحی نیست. در مسیح نیست. بی خودمون رو گول نزنیم. فیلم مسیحی هم بازی نکنیم. سعی کنید که یگانگی روح رو در رشته آشتی حفظ کنید. وحدت و یک پارچگی رو. دیوارها در کلیسا معنی نداره. پف و پوف معنی نداره. اگر نمی کنی واقعا اینا تست شخصیه. فریدون خودش رو باید چک کنه. فریدون شما رو چک نمی کنه. هر کس خودش رو. اگر اینا رو نمی کنیم در مسیح نیستیم. تعارفی نیستیم. همچون کودکان نباشید که در اثر امواج به هر سو پرتاب میشن. هر تعلیم، فلان، مکر، حیله، در ادامه آیه میگه. آن انسانیت کهنه رو از خودتون بیرون کنید. میدونید انسانیت کهنه چی؟ تمامی اون ارزش‌های چخانی که اینجا قرار داره میگه اونا رو بیرون کنید و ارزش‌های ملکوتی باید اونجا قرار داشته باشه. اگر ما باز خرید شده ایم، اگر ما از گناه آزاد شده ایم، آنچه که اینجا باید وجود داشته باشه ارزش‌های ملکوتیه، نه ارزش‌های چخانه این دنیا. من اینم، تو اونی، من از این خانوادم، من تو از اون خانواده، من علم، من بلم، من بهمانم. مسخره نیست. دروغ را کنار بذارید. پولس تو داری به کلیسا میگن کلیسا دروغ میگه. بله البته که کلیسا دروغ میگه. در چند هفته گذشته اونقدر دروغ در کلیسا شنیدم که تا به اینجا هم رسیده بود. افسردگی گرفتم. پولس برای همین داره به کلیسای افسوس میگه دروغ رو کنار بذارید. اگر میگید در مسیح هستید دروغ در میان شما نباید باشه. و ادامه میده هیچ سخن بد از دهنتون در نیاد، فلان بهمان. نهایت مراقب باشید که چگونه رفتار میکنه. باید اون بودنتون در اعمال و رفتارتون خودش رو نشون بده. اگر نشون نمیده عزیز من در مسیح نیستی. در مسیح نیستی. تعارفی وجود نداره. این فیض مال همه است. میتونیم باشیم. بدبختی اینه. میتونیم باشیم. میتونیم در جایگاه درستمون قرار بگیریم. برای اینکه فیض مال همه است. چیزی بابتش پرداخت ما نمی کنیم. مسیح خون خودش رو داده. اسف انگیز اینه که نمی کنیم. و این درده. اگر با مسیح در جایهای آسمانی ننشستیم در مسیح نیستیم. با او برخیزانیده نشدیم. صاحب برکات آسمانی نیستیم و مسیحیت ما زور زدنه. داریم زور میزنیم که خودمون رو مسیحی نشون بدیم و این به درد هیچ کس نمیخوره. نجات عزیزان من آغاز کاره.
هدف خدا از تمامی این برکات آسمانی برای اینه که به من و شما این آگاهی رو بده که ما در چه جایگاهی، در چه هویتی، در چه جایی قرار داریم. این یک تغییر مکان روحانیه. مرده بودیم، الان زنده هستیم. از مرگ به حیات. قدرت قیامت مسیح داره در ما کار میکنه. میگه شما در خطایا و گناهان مرده بودید، شما رو با مسیح زنده گردانید. آیه 5 فصل 2. زمانی بود که شما در مرگ روحانی به سر می بردید. می دونید مرگ روحانی یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان از خدا جدا باشه. انسانی که خدا آفرید، روح خودش رو درش قرار داد و انسان به روح خدا جاودانه شد و با روح خدا با او در ارتباط دائمی بود. من و شما برای این آفریده شدیم. ما موجودات روحانی هستیم که فیزیک داریم و وقتی روح خدا رفت، ارتباط ما با خدا قطع شد. ما مردیم، از لحاظ روحانی مردیم و اسیر مرگ تدریجی شدیم. تدریجی. همه مردم در دنیا زامبی هستند، مرده های متحرکند. برای اینکه در دیکشنری خدا فرد زنده فردی هستش که روح خدا درش ساکن هست. برای همین داره میگه که عزیزان شما با او زنده شدید. چجوری زنده شدیم؟ روح القدس در ما قرار گرفت و ما تولد تازه پیدا کردیم. برای همینه که میگه که هر کی را که در مسیح عیسی است او را خلقت تازه است. مسیحی بودن یعنی این ما انسان جدید میشیم. برای همین پولس میگه بابا اون انسانیت کهنه رو بنداز دور، الان تو انسان تازه هستی با شخصیتی تازه که این شخصیت میدونید کجاست؟ با او برخاسته رفته در آسمان، در مشارکت دائمی با مسیح قرار داره، در مشارکت دائمی با مسیح. مسیح الان کجا نشسته؟ در دست راست خدای پدر. چرا در دست چپ خدای پدر ننشسته؟ برای اینکه مسیح راست دسته. برای اینکه دست راست نشانه قدرته. مسیح در مقام اقتدار در اون بالا نشسته. کتاب مکاشفه داره به همه ما اینو میگه، کنترل تاریخ از دست خدا در نرفته. خدا کماکان حاکم بر تاریخ هستش، پادشاه پادشاهان، خداوند خداوندان، حاکم بر تاریخ. هیچ چیز از دستش بیرون نرفته. و جالب اینه که شما هم باهاش اونجا نشستید، در دست راست خدا، در اون مکان اقتدار نشستید. خول نمیزنید، این ور اون ور نمیرید، نمیترسید، نگران نیستید. چرا؟ برای اینکه در مقام اونجا اقتدار نشستید. آنچه که از دهان شما داره بیرون میاد از دهان عیسی داره میاد بیرون. عیسایی که تمامی دنیا در مقابلش در داوری قرار گرفته. شما یک چنین جایگاهی رو در اونجا دارید. بنابراین هر وقت که احساس ضعف میکنید که اغلب شریر میاد سراغتون که به شما بگه که شما در گناهان مرده بودید، شما در گناهان مرده بودید، شما در گناهان مرده بودید و شما باید برگردید چشت کور، الان زنده هستم، الان در جایهای آسمانی نشستم، الان در مکان اقتدار هستم، الان فرمان میدم تو چپه میشی. او گذشته ما رو به یاد ما میاره. ما حال و آینده رو باید در مقابلش بذاریم. و چقدر اتفاق میفته که ما اتفاقا گول شیطان رو میخوریم، همین حرفاشو باور میکنیم، تمامی اون آشغالایی رو که رو ما میریزه همه رو پذیرا میشیم. و آنچه که پولس داره میگه اینه، نه عزیز من، جایگاه خودت رو بشناس. تو در جایگاهی نشستی که دنیا در مقابل تو کوچیکه. از اونجا باید نگاه کنی. نگرش تو از زمین به آسمان نیست، نگرش تو از آسمان به زمینه، از مکان اقتدار، به شرطی که در مسیح باشی.
و در مسیح بودن به نظر من راحت ترین کاره و در مسیح ماندن به نظر من سخت ترین کار. برای اینکه در رابطه دو طرفه باید آنطور که در جایگاه آسمانی نشستیم این رابطه رو برقرار کنیم. مخصوصا در این روزها، کلیسا مخصوصا در این روزها مراقب باشید که چه جوری دارید رفتار میکنید. دروغ رو کنار بذارید، فیلم بازی رو کنار بذارید، متهم کردن ها رو کنار بذارید. ما یک هستیم در کلیسا. این آن سری است که خدا به پولس آشکار کرد، اونی که مخفی بود از بدو زمانها. کلیسا که درش نه مرد هست نه زن، نه غلام هست نه آزاد، نه ثروتمند هست نه فقیر، همه یک هستیم. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ما، مهم نیست در کجاها بودیم، همه ما در گناهان و خطایا مرده بودیم. من در کلیسا دو دسته بیشتر نمیتونم ببینم. یک دسته افرادی هستند که با مسیح برخیزانیده شدن، در جایهای آسمانی نشستن و در اون مکان اقتدار، در آن آرامش الهی، در کار تمام شده مسیح دارند از اونجا با دید خدا به هر چیز نگاه میکنند. و عده دیگه افرادی هستند که متوجه شدن که در گناهان و خطایا مرده هستند و آمدن که در مسیح قرار بگیرند و با او در جایهای آسمانی بشینند. به غیر از این هر کس هر تصویری از خودش داره در جای غلطی هستش، وقت خودش رو در تلف میکنه. کلیسا این عزیزان من، حرمت کلیسا رو باید نگه داشت. عیسی مسیح جان خودش رو داد تا کلیسایی مجید، بی لکه، بی چین، بی چروک برای خدای پدر فراهم بکنه. و تمامی تلاش ما در گروه خادمین این هستش که یک چنین محیطی رو برای شما به وجود بیاریم که درش وحدت، اتحاد، یک پارچگی و نشسته در جایهای آسمانی داشته باشید. اینی که به شما گفتم امروز پیام از جانب خداونده. من به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت بالای منبر در هیچ جایی نمیرم مگر اینکه پیام از خداوند داشته باشم. میتونید قبول نکنید، میتونید قبول کنید، ولی نمیتونید عوضش کنید. پس بیایید آنچه که خدا برای ما انتخاب کرده انتخاب کنید. دست راست خدا نشسته در مکان اقتدار و وقتی در مکان اقتدار برای مملکتمون دعا میکنیم میدونیم چه جوری باید دعا کنیم. میدونیم برای مملکتمون چه جوری باید دعا کنیم. خدا ما رو هدایت میکنه. من به همکارانم در کرکو بهشون گفتم عزیزان من، حتی از خداوند بخواهید که دعاهای شما رو هدایت کنه که آنچه رو که قلب خدا میخواد از دهان شما بیاد بیرون، برای اینکه شما در مکان اقتدار نشستید. کلیسا الان در مکان بسیار حیاتی قرار داره. من و شما از لحاظ روحانی رهبری این انقلابی رو که وجود داره باید به عهده داشته باشیم که روح خدا راههای درست رو برای دولت مردان ما مشخص کنه تا دیگه ملت ما به هیچ عنوان هیچ استبدادی رو تجربه نکنه، به هیچ نوعش. من و شما این مسئولیت رو داریم با هم دیگه، برای اینکه در جایهای آسمانی نشستیم جایگاه خودمون رو بشناسیم، فراموش نکنیم. آمین.